میگم مرد همین صبح میری شو میه صبح میری شو میه همین بی‌پروایی اقلا به فکر همین به چاخ و کباش تگه چه کاره بچه؟ صبح میرن سر کار خوده که دیگه همین چیکار کنم؟ خب همین بچه که به تا سر خوشوندی خودی هم زانیو اینا طلب پیا خوب سر ندارم تاروی اینا تروش بچه هم زن نمیگه ما در رشته هستی بمودی زندی بچه کلون من هست رو امید منه به خاطر تو میگو که جیگر تو از صبح تاشون کندیه اغز خدمت به زینا کردی یعنی پول قرضا رسی و هنوز داری تو میدی اما زن نمیگه کمی پیا بچه اشته هست اشته نیه هفته 6 روز میمونی دارم نانا بابا خود دعوت میکنم هم بچه تو عباس بی عقلیه اما زن نمیگه که باشه همین پیا خورم بگو ولی من بخواه که من دشمن ساری نم من انگار خاله نیو اقلا تو که پیاری نی یعنی تو میگی چیکار کنه؟ اونا را از سر بیرو کنم ها جواب دیر که بره نیخ معنی نداره دختر خواهر داره تو کلانتری برو بشی و نصیحت کن ولی این کار مکردم دختر خواهر تو بوده گفتی باشه این دختر خواهر بخونیم و باشه بریم دست کمک بشیم چی خبردشون کال اینجا اصلا با قصه تو نمیشه دیگه گناه از من نیه یعنی چی که به زنجگاه باشه که نه بچه یعنی من دختر خواهر منه من دختر خواهر خوب یادم به روز اومدی گفتم اقلا من مثل مادر اینو میای بریم کمکی میکنه دست خوب بزای بالو میگیره نه که بر میخواسته میره اصلا آر خونی همین جگاه تیمش یک سلامی نمیکنه من دشمن سر اینو من خالی اینو من خیلی حال خوشی نی خب من چیکار کنم دختر خواهرتونه به نصیحتا گوش تو از تو گوش نمیکنه برو مادر باشم بگو خواهر یعنی من همه قدر به زی احترام میگیرم خالجو میگم جیگرجو میگم نفسجو میگم این همین پوز از بالاه همین گپار خود تو میدونی خود خواهر خوب یعنی ما حال لازم نیست که من به ریش سفید برم صدا کنم چیزی بگم نگفتم صدا کو بزو چیزی بگو بچه خوبه فهمم بچه خوب گپ پیلیو کو گناه از دختره نیه گناه بچه تو نه که بچه تو همین استار خوب داده به دستی و من رای که خواسته باشه میتابونه با خوار میشه برو با خوار خوب بگو خوار تا جایی که بیا پیشتبانی میکنه پیشتبانی دختر خوب میکنه خیلی میکنی پیشتبانی میکنه ای بابا همین من با تو بگفتم مرد از همه بیتر انی بچه دیگر هم نمزاد دار کردی سبا او عروس هم بیای اذیت میگیره به خدا یه نجشته باشه اذیت میگیره گپی بزنه دختر ماما تا دختر خواه فرق میکنه دختر خواه برای آدم نزدیک‌تره دختر ماما دورتره خود چه کار کنم این بچه میقدر نمیفهمه کمی پیاره همیتا قرضدار شده دست عجو شد تا حال هنوز قرضا عروسی ازیر میدمه قرضا خونی رو که تیار کردم میدمه او بزی فکر نیه که این پیار میقدر دقل قرضت ما نمام از او توقعی ندارم که او بیای بریم کمک کنه خدا من احتیاج نکنه بزو حداقل شم که میای از من هیچ همین دم خونه واکنه بگه سلام مادر چی حال داری منم هم که دست خود 2 کیلو میوه به تو بیاره خب اصلا هیچ توجهی نداره خب مجبور میکنه که بشونم از گوشی تیر کنم اگر آدم شد نشد دیگه جوابتون بره پشت کار خبره بس دیگه تا به کی زن بدادم او رو از پانتون فارغ بکردم همه چیزی که همون خدا بره به سر حق دادید همین کارو بکردم دیگه من وادار میکنه خب انمی برار کال نمزاد داشته میکن برای زحمت کشیده اما ضروری عرق نکرد که آقا همین 10,000 بگیری همین 10,000 برای برار خرج کنی همه گناه خودتونه پول آخونده خودتو میدی پول آشغالی خودتو میدی پول برق خودتو میدی همین کارا خودتو میکنی اگه این جواب دی بره یک همسایه بیاره به خدا پوچه 4,000 روپیه به تو کارا میده پول و برق خم میده و دلت هم درد نمیکنه که بیگونیه نه که اولاد خوب بشودی به تصور خود مر بستی خب پرورش دادی همین اولاد ماره از ما گفتن دو من دلم فقط با تو میسوزه من احتیاجی بزو نداره که به من میوه در خونه بیاره الهی خدا بالای عمر من بالای عمر تو بگذاره تو تا زمانی که من زندیم تو هم زنده بشی بالا سر بچه به درد من نمیخوره من بچه نمایو سیکو زن نمیشه به خدا این مسائل جدا کردن زودی میشه میتونه او جواب بده ولی بین قوم خیشا پس سوا میگم که تو سیکو فلانی به چه خور از سرا بیر کرد چی خبر دارن که فلانی مثلا بچی و ایت رفتار داره عروسی طرفدار داره تا سال که ما تو بگیم بس خلاص همین عروس ما ایت بر ما بی‌ترمی میکنه یا بچی ما توجه به پیر مادر خونه داره او نمیگم تا سال که ما توی گپار بزنیم میگم نه گناه شما بود
تو بقای ما چی که داری؟ همین دوری و دوستی. آنی از که من مریضم چند وقته؟ 1 ماه میشه که من مریضم. همون زن نمیدن نگفته خاله همین کتی بدی او کنم زنم به سرگاز. خاله رخ میشوری بدی همین تکی رخت خودت او کشو بباد کنم. 7 فش قریبه همسایه ها به خدا به کمک کنم میایه. این دختر خوار من که تا سر خوشون تو. خدا ایرانم چیکار کنم؟ خود می 1 نفر آدم صبح بیریمشون دنبال لقمه نونی تا شام کوم شما میام مگر اینجا لولونج از عروس و از بچه جمع کنم. خب این هم راهی نیه دیگه. همه زد درک و فهم بزینا نیه. با خونه مفت شیشته نی پول ای خو خبر داری نی پول برق خو خبر داری بس خلاص هم فکر میکنی مثل یک بیگونی همین اینجا شیشتی هم. من نمیفهم چیکار کنم. من نمیفهم. از ما گفتم بود باشون به چاه خو نصیحت کن. سبا اینا رو همه زن میدی که به خدا میرم برات کار خو. اگه به تو اعتنایی هم بدم نمیگن که ما پیاری داریم یا نداریم. از می که بالا معلومه دیگه. او هم یاد میگیره او هم یاد میگیره همه سر همه. بچه که شد هیچ از آن فرق نمیکنه. فقط تو عمر خود تم کو به بالی از اینا. یعنی از من به تو بگفتم اختیار خود داری. حالا من غم خود خود ندارم غم تو دارم. که سبا خدای نخواسته ناخوشی بیماری شی بکن چه خونه بفتکی چه کار میکنی؟ بیگونه بیتاره جواب دیگه برای کار خوده خونه بده به کرایه اقلا نمی بوجه 4000 کرا بده هم خرج ما میشه هم پول و برق ما میشه هم خرج ما نشه پول و برق ما که میشه. خب من نمیفهمم که همین خودی همین برا خود چی مشکل داره. همین اقلا همین این برا احتیاجی بزی نداره. سکیلو چند سکیل بود بخونی خسرو خود سکیل بود این بچه هیچی نگفت نفس نکشید به عروسی کمک کرد. حالی هم توقعی نداره همین شما شما را میه خودی برارا خود سلام علیکی کنه اصلا خودی من نه خودی هم برارا خود اشتنی چه کار میکنی کاربارا چی رقمه. آخی آدم به می زمان خود دنیا میخره به می زمان خود دنیا هم دشمن میکنه. این به حرف زن خود کنه که هر چی زنه نمیگه میگه خوبه. آخه به هر کوشی هزاران زنه خورمادارم پیدا میشه برارم پیدا میشه کیت تپیده به بالی ازی. من نمیفهم اینا چه کار میکنم شوخ و کیت میربون میشن. خدا به همه کس تاله داده به من تاله نداده که ببرم تو دختر خوار خورد و گفتم این پاری جگر منه دختر خوار منه از خون منه باشه که باقی کاری به حق من بکنه. می 1 ماه مریض رو به تمی خونه پته و تبال نمیده نگفته خاله چی می خاله بگه این پیالگک چای تو بخور. آدم چی مایی از عروس؟ تم سبا بچه دار میشی تم سبا عروس دار میشی تم به می روزگار میفتکی. مردم با امیدی به چه کلان میکنم که پس سبا به اویشه به درده بخوره. از من کلان کردم تا جایی که به کنار من همیچی هم نمیسته که بس خلاص بغرم هست. من نمیفهم من چی گناه کردم که من پیار شدم. اگه رای میکردم از اول به تم استری خونه شاگرد میکردم چی میکردم حالی ایته نمیشد. من گفتم باشه بچه‌م درس بخونه باشه بچه‌م پس و بین قومی سربلند باشم بچه‌م از یک رشته فارغ بشه. ان فارغ شد برای حقوقم بخون. همه قدر حقوق پدر مادر رو نمیفهمم. من نمیفهمم این حقوق چیه. همین درسی که میخونه می اولادا برای چی میخونه. حداقل در همین که حقوق خوندی همین حقوق پدر مادر رو بفهم که چقدر به سر تو حق داره. زن خورم واسه باش من نمیکنم واسه باش. زن هم به سر تو حق داره. زن تو از خود جایگاهی داره مادر پدر تو از خود جایگاهی داره. این دیگه من وادار میکنن که من دیگه بازم پوستین چپه بپوشم دیگه رقم خدی از اینا گپسن. سیاست جشته باش مرد سیاست کو به سر اینا نه که همیشه چوب میشینی نگاه میکنی صبح میری و شم میایی صبح میری و شم میایی یعنی چی؟ یعنی میشه اونا بشون نصیحت کن هر دو براره بشون او براره بشون چی داده طلب هم دیگه دارن خوب این مالی میراث اینا ندارم. من که با تو میگم تا زندی فکری به حال خوب کن. یعنی به خدا سبا ساخه بگذاری به میسارا خرابه نیه اینا خود خوشحاله کش میکنن به خاطر میسارا. حالا همین که شیشتیه به میخواتی شیشتیه چه نمیره اقلا انی 4-5 تا دیگه هنوز همین جگاه به من پلوم شیشتی هم این عروسی به خیر خوشی بکنم میره با بالا میشینه خب بگم پس باید که دیگه نمزاد دار کنم این به کجا بشونم به تکله خوب شونم همون زده سپار تو باش شده نه به قرد نه به اشتی به ایش بیا بگو پیار خوب بکنم طالب کنار شما بیدو از این بعد بینو که تنها زندگی کنم بیترم از دوری و دوستی اقلا هفته 1 بار 4 خود سخت میکنم و خونی رو میرم. از من گفتم بود نمیفهمم مرد انا لی بچه نمزاد داری عروسی ارزی بکنی ایرم مگر بیاری به من جی بشونی. خب دیگه تا زمانه که زنده مگر همیته به دور هم باشه. اگه میشینم که خوب اگه نمیشینم الله یاری نه هر کی به هر جا میره بره زندگی کنه با پس باره که دیگه عروسی کنم که دیگه مگر نمزاد دار کنم ها دیگه حامال میه که دیگه میگن ما زن مایم. خب دیگه
حالا زن دادن ناسون جایی باشه گزاره بکنم. اگه نه که 3 طبق خونه ایتال به قدیم مردم 10 فامیل به یک سر زندگی میکرده. حالا یه در اتفاق نیه که مثلا 2 تا برا رو تو سعی میکنی که 24 ساعت این میای رو ازی میخوری، میای رو ازی بازم ازم دگرد بقرم. من حیرانم چیکار کنم بخوام. اینا مدرسه میزنه کای نه زنه کای هوشیاری نداره. خود معلم دارم اما مغز عقل به خدا نداره. اما گناه خودتانه که اینا بشوندی. انی میشه مقبول بگذار بشون اینا نصیحت کن. اگوش اینا تیر کن. من نمیفهمم که تو چی رقم پیاری. سیاست کنه که برای اینا سیاست رو نشون دیده که اونا بفهمون عدلی. بشون از 100 تا 2 تا 4 تا بالاخره اگوش اینا تیر کن. همین کار من میکنم. بکن. ایتا نشه که باز مگه گپ بزدن شلولو خوشار. نه چی کار دارو؟ به خدا میشه میتونم اینا رو میشونم یا خور آدم کنم یا نه که خدا پشت پناه اینا. اونی برم به هر جا میرم خونه کار میکنم، هر کار میکنم. الله یار اینا.